نهم تیر ماه 1338 تو بیمارستان کودکان تهران دنیا آمدم. نمیدونم، مادرم میگفتش که وزن زیاد بود. خب بعد دکتر احساس کرد که زایمان طبیعی نشه، از موقعیتش گذشته بود، گفته بود که باید تو عکس بگیرن. من وقتی رفتم تو اتاق رادیولوژی، همونجا مادرم دردش میگیره که اونجا دنیا میاد و مادرم میگه که دکتر که اومد بالا سرمون گفتش که عکاس پاشی مام دنیا اومد، یعنی مادرزادی عکاس دنیا اومده. چند از این کارگاه سنتی هست که دارم؟ ستایی برای سه دو باشش. تو تهران دنیا آمدم و تهران زندگی کردیم. از درس همیشه بیزار بودم، عاشق مادرم بودم، هنوزم هستم، البته نیستش ولی هنوز باهاش ارتباط دارم. بابام خیلی زود رفت و خاطر زیادی ازش ندارم ولی خیلی عکس میگرفت. عکساش همه عکس میراث خانوادگی، عکسی دست من الان با این دوربینای کودکی که فیلم نمیخورد، کاغذ میخورد توش که کاغذ رو ظاهر میکرد، 6:9 بود. عکسای زیادی داره، عکسای فوق العاده، عکسای خوبی از اون سالهای جوانی نامزدیاشون و اون دوران داره از مادرم. سال 55 بود، یه شرایطی برام جور شد، رفتم تلویزیون آموزشی. تلویزیون آموزشی اصلا برای کار دیگه رفته بودم، برای سورت و بسته‌بندی رفته بودم. دیپلم نداشتم اون موقع هنوز. که یه مدیری داشتیم، مدیر خیلی خانم خوبی، خانم فرزان، فهیمه فرزان، که یه روزی از یه بزرگی استادم آقای ناصر برایمی رو خواست بالا و گفت ما میخوایم یه مجله در بیاریم، بولتن واسه خود تلویزیون، میخوایم گزارش کار باشه، بعد میخوایم ساسان کارهای عکاسیشو بکنه، میتونی ساسان عکاس کنی؟ اینم قول داد که به ما یاد بده همیشه. از همون موقع افتادم تو جریان عکاسی تا سال 58 که رفتم سربازی. البته درسم رو ادامه دادم، همون خانم فرزان وادارم که درسم رو ادامه دادم. اسمم نوشت بازرگانی تهران که هر روز ساعت 2 ماشین میفرستاد، منو میبردن میرفتم تو مدرسه، میگو به راننده این بره تو، در مدرسه بسته شد شما بیا. بعد که درسم رو ادامه دادم، دیپلمم که گرفتم، جزء اولین گروه هایی بودیم که داوطلب رفتیم سربازی. سال 58 تظاهرات کردیم که ما رو ببرن سربازی. بعد سربازی من یکی از قشنگترین اتفاقای اون سالا، ما هنوزم بهش افتخار میکنم، استخدامم تو مجله سروش بود. من
با زنده‌یات بهمن جلالی خب آدم بزرگی بود، واقعا پوزشو میدادم. وقتی بهم گفتن قراره اونجا برم کار کنم، مثلا یه ماه بعدش قرار بود کارم شروع بشه. خیلی به دوستا پوزشو میدادم که من رفتم سروش، عکاس سروش شدم، با آقای جلالی کار قراره بکنم. دیگه از اون به بعد دوربین از دستم پایین نیامد. خوبه ها. من یه تقریبا 50 در افتاد، خروجیش 50 در افتاده. پوستری؟ پوستری. آره. اینجا باشم درست کنم. آره درست. لکوشه خوبه؟ بعد از اینکه آخرین دخترم، یعنی دخترم رفت دانشگاه، خود ایشون تشویقم کردن که من ادامه تحصیل بدم، که رفتم رشته‌مو عوض کردم، گرافیک خوندم، کاردانی گرافیک گرفتم، الان کارشناسی چاپ میخونم، مدیریت چاپ. که به خاطر تشویقای ایشون و استاد راهنما بودنشون و کاراشون که خیلی دوست داشتم که تو سروش انجام میدادم و میرفتم هر وقت میرفتم سروش پیش اینا، بچه‌ای که اونجا کار گرافیکی میکردن، من خیلی لذت می‌بردم. همین بودم چجوری میشه من یاد بگیرم. ولی همینقدر که آخرین فرزندم رفت دانشگاه، به تشویق ایشون ادامه تحصیل دادم. سال 60 همون موقع که استخدام شده بودیم، فروردین 60 قرار بود برم سروش. یه سفر داشتیم ترکمن‌صحرا، با یه دوربین لومیکس عکاسی کردم. بعد یه عکس گرفتم خیلی خوب بود که خوب در اومد. بعد اون عکس بارها چاپ شد. یه بارم توی یه مسابقه اولی، تنها یه مسابقه عکاسی شرکت کردم سال 68، اون عکس برنده شد. رو جلد خیلی مجلات چاپ شد، جلد کتاب شد. یعنی میشه گفت همون اعتماد به نفسی که کار حرفه‌ای سروش بهم داده بود، اون عکس باعث شد نمیدونم اون عکسمو خیلی دوست دارم. واقعا دهه 60 رو دوست داشتم. خیلی پرکار بودم. عکاسی تئاتر میکردم، عکاسی برنامه‌های سیما رو میکردم، عکاسی تبلیغاتی میکردم، دستیاری عکاسای بزرگ رو میکردم. بعد عکاسی جنگ بود، عکاسی مستند اجتماعی، عاشقش بودم. یعنی تو هر فرصتی من میرفتم واسه عکاسی، هر جا گزارشگر میخواستم میرفتم واسه عکاسی. تمام مأموریت‌های تابستون جنوب رو قبول میکردم، زمستون شمال رو قبول میکردم. یعنی که کسی حاضر نمیشد تو سرما بره طرف آذربایجان، میرفتم فقط واسه اینکه بتونم عکس بگیرم. توی تابستون یادم تو تیرما رفتم قشم، یه مأموریت رو قبول کردم که هیچ کی حاضر نبود بره. فکر میکنم بهترین کارهایی که دارم مال همون ده هست، چون اصلا قرار نبود، اصلا به این فکر نبودم، به خروجی کار فکر نمیکردم. فقط میگفتم بگیرم اینجا رو عکاسی کنم و فردا اینا همه چی از بین میره، که واقعا هم به این نتیجه رسیدم. الان هم آرشیو غنی دارم، یعنی یه انبار نگاتیو دارم.
مجموعه زیادی راجع به کودکان کار کردم، کودکان کار، کودکان زندان. خب با بچه‌ها تو کانون اصلاح تربیت زندگی کردم باهاشون، خب ازشون عکس گرفتم، کار کردم. بچه‌های کار تو شوش و خیلی کار کردم تو تمام ایران. مثلا ایرندگان شنیده بودم سال 64. ایرندگان یه منطقه بود که دست اشرار بود، کل راه بسته بود. خیلی تلاش کردم رفتم اونجا بچه‌های کم سن و سال 9 سال دخترها شروع میکردن سوزندوزی. بعد اینا که به سن 40 سالگی میرسیدن چشاشون نابینا میشد. اون بچه‌ها رو کار کردم، سوزندوزی ایرندگان رو کار کردم. یعنی جایی تو ایران نیست که عکس از بچه‌هاش ندارم. مجموعه خیلی کاملی بود. یه نمایشگاه خیلی دوست دارم، نمایشگاه دختران سرزمین من. راجع به دخترای ایران بود که دخترایی که کار میکردن. حالا مثلا دختر بچه 9 ساله 10 ساله‌ای که یعنی وظیفه یه مادر رو داره، یعنی وظیفه‌ش این بودش که بچه کوچیک‌تر خانواده رو این نگهداری کنه، فقط یه شیر به بچه نمیده، باقی همه کارهای اون بچه رو این یه دختر 9 ساله انجام میده. تو اون نمایشگاه هم هستش. نمایشگاه دختران سرزمین من خیلی هم بازدید کننده خوبی داشت، استقبال خوبی هم شده و خیلی دوست دارم اون مجموعه هم. عاشق دختر بودم همیشه، دوست داشتم 5 تا داشته باشم. خدا یه دونه بهمون بیشتر نداد. ولی دوست دارم با پریسا برم بیرون. عکاسی دوست نداره خب، ولی باید با هم دیگه بریم. هر گالری که هستش کار مشترکی که دارم تو گالری ها با هم دیگه میریم. علیم که خب اصلا همه چیمه، یه جوبش وابسته. یه هفته 3 روز بشه 4 روز نبینمش اذیت میشم. بعد چون بعضی وقتا میره شهرستان 4 روز 5 روز که نیستش واقعا افسردگی میگیره. میاد که خانمم زنگ میزنه میگه علی بابا دوره از اون حالت شده، علی بدنش کم شده، که پا میشه میاد حالا 1 ساعت 2 ساعت 6 ساعت درام میمونه و برمیگرده دوباره. بعد آزادی خرمشهر خیلی خواستم با آقای جلیلی برم. آقای جلیلی گفت کسی اداره نیست بمون. خیلی هم اذیت شده بودم چون یه آزادی خرمشهر واقعا چیز بود، عکاس باشی یا نتونی بری خیلی سخت بود برم. از طرفی هم حق داشت، اداره کسی نبود، خب لابراتوار میمون، مجله میمون. بعد 2 ماه بعدش گفتم چند روز میریم خرمشهر و آبادان. میای گفتم بله. خب 2 ماه بعد منو برد که تو یکی از بهترین سفرام بود. عکسای خیلی خوبی هم گرفتم و واقعا افتخار میکنم با اون سفرم. و رو من نمیشد ازش از خودش عکاسی کنم. 2 فریم عکس دارم که ازش یکیش تو خرمشهر بود که با راه نشست و صبحونه میخورد. و یه عکس 2 نفری هم داریم که راننده اون ازم گرفتم.
عکس زیاد دیده بودم از خرمشهر، ولی عکسی که خودم بگیرم همه چی برام جذاب بود، همه چی رو میگرفتم. یه چیزی برام خیلی جالب بوده که عکسی ازش ندیده بودم، یه ماشین فورد یخچالی بود، یخچالدار بود. بعد این ماشین یه چیزی بوده بگم بدون اغراق 1000 تا جای گوله و ترکش توش. اون عکس رو گرفتم که بعد فهمیدم که پشتش هم سنگر بوده. موقع آزادی خرمشهر اون پشت نیروهای ایرانی سنگرش کرده بودن و ماشین چون که حجمش زیاد بود خیلی کمک بچه‌ها کرده بود. تو جنگم فکر میکنم موفق بودم، اینطوری که دیگران میگن. حدود 12761 فریم عکس گرفتم. خیلی از ماموریت جنگیمو بدون حکم میرفتم. یعنی میدیدم امروز داریم یه گروه میره ازا داره، باشون هماهنگ میشدم میرفتم. ارتباطای خوبی داشتیم با هم دیگه اون زمان. خیلی خوب بودیم. مثلا بچهای خبرگزاری داشتن میرفتم منطقه، میگفتم ما فردا داریم میریم منطقه. نه خب منم بیام با شما. میرفتم باهاشون. کرای 5 هم عملیات بزرگی بود، خیلی عملیات بزرگی بود، خیلی چیزا دیدیم اونجا. بعد چون که با گروه تلویزیون سپاه رفتم یه خورده دستم بازتر بود واسه عکاسی کردن. بعد واقعا خیلی ها دیدم جلوم پرپر شدن تو کربلای 5. یه اتفاقی نمیدونم چطوری بگم، یه بچه‌ای رو دیدیم خیلی جالب بود واسم. بچه بود، واقعا بچه بود، 16 17 سالش بود، خودش میگفت 17 سالمه. این راننده یه دونه لودر بود، لودرای عراقی، از این لودرای غول‌پیکر، اصلا به این نمیخوره. این با این لودر خیلی مانور میده، خیلی مانور قشنگی میده. و اینا جلب شدن، بچه‌های همون گروه تلویزیون سپاه جلب شدن که از این فیلم بگیرن. بعد ما شروع کردیم از این عکاسی کردن. چهره قشنگی داشت، همش میخندید. تو صحبت کردن همش میخندید. چند بار عصبانی شدم از دستش. گفتم اینقدر نخند، دارم فیلم میگیرم. بعد میگفت باشه، دوباره میزد زیر خنده، میخندیم. همین موقع هواپیمای عراقی اومدن. هواپیمای عراقی اومدن شروع کردن تیز زدن که من نفهمیدم چطوری رفتم تو سنگر، ولی من و آقای نظر عکاس سپاه اینطوری اومدیم بریم تو، جفتمون کیفامون گیر کرده بود به هم دیگه، نتونستیم بریم تو سنگر. یکی از پشت با لغت زد به ما که جفتمون افتادیم تو. وقتی افتادیم تو خاک بلند شد، اون سنگر ریخت. بعد یه 2-3 دقیقه که اومدیم بیرون همه چی آروم شده بود، اومدیم بیرون و همه چی خاک بود. خاک که خوابید و همه چی چیز شد. اون پسره رو دیدم، اون راننده لودرچی رو دیدم. این خیلی فجیع مرده بود، شهید شده بود. سرش فقط سالم مونده بود، همون لبخند تو صورتش بود، باقی تنش تیکه پاره. عکسم خیلی اذیتم شد، واقعا اذیت شدم. هنوزم اذیت میشم اون عکس رو میبینم، چون اون چهره خندونش رو تو شهادتش همون خنده باهاش بود.
اصلا فرق نمیکرد که جنگ تو جبهه باشه یا اینجا باشه، تو شهر باشه. همه موضوع رو گرفتم. یعنی به جرئت میتونم بگم تمام حملات هوایی به تهران رو عکس دارم. همه‌شو بدون استثنا، مگر اینکه اتفاق تو شهرستان بودم، تهران یه همچین اتفاقی افتاده بود من نبودم. برام همه چی جذاب بود، از ارزام‌های نیرو تا کمک‌های مردمی، شهدا، خانواده هاشون. مثلا وقتی آزادگان رو کار کردیم، آزادگان همه رفتیم اونور، رفتیم از منظری عراق با آزاده ها اومدیم تا شهرشون. من اومدم رفتم تو خونه هاشون، رفتم تو زندگیشون، حتی مثلا 24 ساعت با اینا بودم. تمام تونستم، یعنی خیلی سخت بود که بتونم اینو ثبت کنم، اونی که دوست داشتم. شکر خدا فکر میکنم موفق بودم. اومد خونه گفت من یه سمینار توی مشهد دعوتم. دروغ هم میگفت. کیش حالا نداره دقیقاً نبود، بندر عباس. دقیقاً سمینار دعوتم. ما گفتیم خب موافقت کردیم به صبح خداویزی کرد و رفت. بعد مامان ساسان هم توی شمال بودن، ما هم تهران پیش مادرم اینا بودیم. داشتیم اخبار نگاه می‌کردیم که خبر فاجعه حلبچه رو گفته بودن. همگی نشسته بودیم نگاه می‌کردیم، دیدیم ساسان داره تون عکس میندازه تو تلویزیون. ششم اسفند 1366 بود که عراق حلبچه شهر خود کردنشین خودش رو زد که 14 ساعت بعدش رفتم حلبچه. خالی بود. من 14 ساعت بعد فاجعه رسیدم. خیلی سختم رفتم. بعد ما قرار بود 1 ساعت اونجا بیشتر نباشیم. رفتیم کرمانشاه، از کرمانشاه با هلیکوپتر رفتیم. هلیکوپتر ما رو پیاده کرد، گفت 1 ساعت دیگه میام همینجا میشینم دنبالتون، چون نمیتونست اونجا ساکن باشه. بعد وارد حلبچه شدم. وقتی حلبچه رو دیدم، اون حالت رو دیدم اصلا جوابگوی 1 ساعت کار نیست، خیلی حجم زیاد وقت میخواد واسه این کار. شروع کردم عکاسی کردن، اصلا به زمانم هم نگاه نکردم. بعد دیدم که هلیکوپتر اومد نشست. خب هلیکوپتر بلند شدنش هم دیدم، نرفتم، موندم تو حلبچه. خیلی بد بود، خیلی تلخ بود. شهر واقعا شهر مرده بود. هر جایی که میرفتی جنازه ها گوشه کنار ریخته بودن. خیلی بچه میدیدیم، بچه ها اذیت میکردن با دیدن بچه ها. مجموعه تهران 50 روز از جنگ هم یکی از کامل ترین کارهاییه که شده. 50 روز موشکبارون تهران بود. داستانی داشت. اولین موشکی که خورد به تهران، صدای انفجار فهمیدم فرق میکنه، یعنی صدای بمبارون هوایی نبود. اون موقع 2 تا بچه داشتم. ساعت 7 و نیم 8 شب بود که همون موقع خانومم و 2 تا بچه هم آژانس گرفتم، فرستادم خونه مادرشون. گفتم شما فقط خودتون و بچه ها رو سلامت نگهدار، من کار کنم. و خاطرم از خونه راحت بود و که اون شب اومدم موشک خورده بود میدون هفته تیر. یه بچه و مادر شهید شده بودن، بچه از اقلیت مذهبی بودن، پرهام ابراهیمی که
تو پایین‌تر از میدون هفته تیر توی یکی از کوچه‌ها بود که کتاب پنجره جنگ هم تقدیم کردم به اون بچه. ما قبلا خیلی راحت میتونستیم خودمون رو مطرح کنیم. میگم من وقتی رفتم اداره آقای جلیلی بهم گفت من عکاس نمیخوام. 1 سال طول کشید من خودم رو مطرح کنم بگم عکاسم. 2 سال بعدش تونستم اسم خودم رو جزو 100 عکاس ایران ثبت کنم. یعنی میتونستیم عرض اندام کنیم، خودمون رو نشون بدیم. کسی که دوست داشت عاشق بود میتونست خودش رو نشون بده. ولی الان نه. الان نزدیک 100,000 نفر عکاس داریم. 100,000 نفر که دوربین اصطلاحات دارن. 100,000 نفر آدمی که ادعاشون میشه عکاسن. حالا یه سریاشون درس خوندن، یه سریاشون تجربیان، یه سریاشون کلاس دیده رفتن و دوره‌ای دیدن. بعد اینا واسه اینکه خودشون رو نشون بدن، کاراشون رو نشون بدن، خیلی واسهشون سخته. جا کمه براشون. سخت دیده میشن. واسه همین یه ارتباط خوبی باشون دارم. نمیدونم هر کاری هم از دستم بر بیاد واسهشون انجام میدم. واسه هیچ کدوم کوتاهی نکردم. واقعا نسل خوبی هم. امیدوارم همشون دیده بشن. عکاسای خوب خیلی داریم. خیلی. یه سریاشونو که میشناسم هر چی بیشتر میرم جلو کارهای بچه‌ها رو میبینم، میرم چقدر عکاس خوب هست. چقدر عکاسایی داریم که واقعا تشنه یادگیریه. اداره‌مون یه محیط خوبی بود. اون موقع انتشار سروش بهترین نشریه بود از جلوات هنری. بعد تو اتاق ما یه آقای خطیر داشتیم، مهندس شیمی بود. بعد که بیرون لابراتوار ظهور اسلاید هم داشت. بعد یه عزیزی بود خیلی میامد اونجا، خلبان ایرانیر بود. بعد عاشق عکاسی بود، میرفت عکس میگرفت، خب تو کشورهای مختلف اسلاید میگرفت، میامد اونجا آقای خطیر اسلایدش ظاهر میکرد، بعد به بچه ها نشون میداد اینا. ما اون زمان عکس عروسی هم میگرفتم. خب درآمدش خوب بود، خب غیر از کارام خب یه کمک خرجم بود. با من قرار عروسیشو گذاشته بود، عکاسی عروسیشو. مثلا فکر میکنم بوده مثلا یه ماه بعدش قرار بود عروسیشو عکاسی کنیم. تموم شد تا خبر هواپیما رو شنیدیم. تو خلیج فارس. بعد خب ما رفتیم بندر عباس. خیلی سخت بود، خیلی بد بود، خیلی روزای بدی بود. اونجا خیلی عکس گرفتیم. تو صرفخونه خیلی جنازه ها رو در آورده بودن، ثواب پیدا کرده بودن، آوردن تو صرفخونه ها. اذیت میشد دادن. خیلی جنازه بچه بود تو اون قضیه. اینا آوردیم و بعد برگشتیم تهران. خبرنگار زیاد بودن، از همه دنیا اومده بودن خبرنگاری دنیا. بعد برای اینا یه تشییع جنازه جلو مجلس گرفتم. همینطور که عکس میگرفتم، خب چه گذاشته تصویر میاد تحویل میدن، تگ عکس نبود کارمون هیچ موقع. بعد دیدم روی یکی از این تابوت‌ها همون خلبانه گریه بدی میکرد. یعنی واقعا حالا تو عکساش دیدین واقعا مصیبت رو تو چهره اون آدم میبینید. بعد که دیدم همون خلبانه ایرانره، اون خانوم هم سرمهمون داره اون پرواز بود که عروس بود. براش احترام خاصی قائلم، احترام خیلی 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 خاص، به خاطر اینکه در کناری که خانواده‌اش رو دوست داره، در کناری که احترام خاصی به خانواده‌اش قائله، کارش رو واقعا عشق داره به کارش و من عشق دارم به این عشقی که به کارش داره. براش احترام خاصی قائلم.
یعنی هر سری که خواست بره کار برای ماموریت هر جایی با تمام وجود خواستم تمام امکانات آماده باشه، به خاطر اینکه میدونم با تمام وجود میخواد بره اون کار انجام بده. یعنی تو سفر وقتی زنگ میزنم میپرسم مثلا خوبین، همه چی خوبه؟ اگه اتفاق بدی افتاد هیچ موقع انتقال ندید اصلا محاله. مثلا خیلی اتفاقی فاجعه هم حتی وقت داده بود، کسی عزیزی از دست رفته بود نگفته بود. بعد گرفتم تهران مثلا گفت پیروز چرا زنگ زدم نگفتی؟ گفت ترسیدم کارت لطمه. بعد تمام همه چی یه طرف، اون لحظه که میومد از راه میرسید هنوز خستگیش در نرفته. حالا اون موقع که باید فیلم‌ها رو به صورت نگاتیو درست می‌کرد، یعنی فرداش میومد میشستیم نگاه می‌کردیم. الان که دیجیتالی شده همون شب میومد میذاشت. یعنی تمام عکسایی که گذاشته نگاه کردنش واقعا لذت خاصی داشت. جایی که رفته، یعنی احساس می‌کنم خودم هم رفتم باهاش. خودم هم در ما نمیبره بیرون هیچ سالی تا ازدواج نکرده بودیم. ازدواج نکردیم، پدرم گفت سیزده بدر، میگفت میرین خونه همسرتون ایشون میبره. اومدیم خونه همسر، ایشون گفت به هیچ وجه هر روزی میگی به جز سیزده بدر. یه روز قرار بود که بره عکس بندازه، باید گزارش تعیین کرد، برای سروش بود، برای چه برنامه‌ای بود، باید گزارش تعیین کرد. دیدیم سیزده بدر صبح ساعت 5 پا شد بره. ما هم همینجوری هر کی یک تونه لباس دستش دنبالش دویدیم که با مجبوری ما رو برد و گردوند و ولی همش هم سرپایی، یعنی الان دیگه اصلا یه جا نشستیم. بعدش هم دیگه اومدیم. واسه کتاب ایران یک یعنی همش بودو بود سیزده بدرش. همینطوری حرف میشیدم. خب بعد چیز از پارک چیتگر شروع کردیم، همینطوری هر پارکی میرفتم عکس میگرفتم. یعنی حتی برای آب خوردن رو نگران نمی‌داشت آب بخوریم. دیگه تا آخر ساعت 2 بود که ساعت 3 بود مجبورش کردیم دم یه غذاخوری پیشخوان نگه داشت که مجبور شدیم بریم. امیرم ازدواج کرده، یه بچه داره که عاشقشن. دلبانم همه چیزامه. الان دلبانم متولد مهر، الان 3 ساله خوردیشه. واقعا دوستشم. پنجشنبه من و دلبان با هم. ایست بگو ماشینیست. بچینیست بگو ماشینیست. ماشین ایست، ماشین ایست. بیا. بابا بزن کالاتو درست کن. بده. دلبان جو. سلام علیک. دلبان بودو بیا. بینونیه اومد زودتر اومد. بودو. بودو این بیا تام بیا عمو. آفرین. بودو.
دست تو دست آره دست تو دست 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 بودو 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 عکس بگیرم بیا با بزرگ عکس بگیرم آها وایسا آها با بزرگ این بخم کیه؟ خوبه؟ طبیعت گلستان رو دوست دارم. خیلی خوبه. هر بار اومدم اینجا دست خالی برنگشتم. یعنی فکر نکنم عکاسی اومده باشه گلستان دست خالی برگشته باشه. ولی تو هر فضایی بالاخره یه چیزی گیر میاد. تو طبیعت آدم هیچ موقع دست خالی بر نمیگرده. باید یه خودم به آدم انرژی میده. خیلی خوبه. همه چی یادش میره آدم. از فضای شهر میایم بیرون احساس آرامش میکنم.